دیشب ما و شما لوکال پرپوزیسیون کار کردیم، امشب تمپورال کار میکنیم. تمپورال چی را نشان میده؟ وقت و زمان نشان میده. ما براتون اون روز هم گفتم که ما پرپوزیسیون ها را کاتگوری بندی کردیم. یکی که در قدم نخست لوکال پرپوزیسیون که ارد نشان میداد یا جای نشان میداد. سوال و وهن بود و حال میاییم سر تمپورال پرپوزیسیون، حروف اضافه ای که وقت و زمان نشان میده. امشب تمرکز خود بالای از او انجام میدیم. درست است؟ تمپورال پرپوزیسیون وقت و زمان میخوایم نشان بدیم. در بخش تمپورال پرپوزیسیون که وقت و زمان نشان میده، استاد فون اون اوز. اوکی، فون اون اوز هم کار میکنیم که به معنای از. فون او ما و شما در بخش اولی که کار کردیم گفتم چند کاتگوری بندی میشه، همین پرپوزیسیون یا حروف اضافه. بخش اول را که ما شما انجام دادیم لوکال پرپوزیسیون بود که دربارهش به قدر کافی صحبت کردیم. درباره پرپوزیسیون ان، auf، hinter، zwischen، unter، zu und so weiter. در کاتگوری دومی که ما شما صحبت میکنیم کاتگوری تمپورال پرپوزیسیون است. در بخش لوکال پرپوزیسیون دو سوال ما شما مطرح کرده بودیم. سوال اول ما و بود و سوال دوم وهن بود. آل در بخش تمپورال پرپوزیسیون یک دانه سوال ما مطرح میکنم، eine W-Frage. به خاطر یک یادآوری یا تکرار درسای گذشته. Was war der Unterschied zwischen einer W-Frage und Ja-Nein-Frage? در بخش درس دیشب ما یگانه پرپوزیسیونی که باقی مانده aus و von است که هر دوش به معنای از است. گروم کوشش میکنم در درس امشب شامل بسازیم. پیشری دنکشون. اما در بخش تمپورال پرپوزیسیونن کاتگوری اول در کتابچه‌هایتان یا یادداشت گرفتین یا هم اسکرین شات گرفتین. اما در بخش دوم شما کاتگوری دوم که طبقه بندی بکنیم تمپورال پرپوزیسیونن. ببینید چیزی که من دیشب براتون گفتم، اونمو حروف اضافه یا پرپوزیسیون ها میتونن تکرار شوند. هم در لوکال پرپوزیسیونن بیایم، هم در تمپورال پرپوزیسیونن بیایم، هم در نویترال پرپوزیسیونن بیایم. اما هیچ وقت فراموش نکنید که معنای لغوی از اونا را در کاتگوری که شامل شدن در اونمو کاتگوری شما باید صرف بکنید. به طور مثال دیشب ما شما میگفتیم که das Handy liegt auf dem Tisch. تلفن بالای میز قرار داره. اما اینمی auf در بخش لوکال پرپوزیسیونن بالا یا در سر معنا میداد که تلفن یا موبایل بالای میز قرار داره. اگر در بخش نویترال پرپوزیسیون بره ما میگیم که ich warte auf dich. من منتظر تو هستم. در اینجا یک معنای طبیعی داره که هیچ در اصل معنا نمیده. فرقش در اینمی است. یا به طور مثال Guten Abend. Ich bin gerade am Bahnhof. من می فعلا در بانهوف هستم. Oder ich hänge mein Hemd an die Garderobe. من یخنقاق من آویزان میکنم در کودبند. اما اینمی ان در اینجا به معنای از اینکه این تخته است ان پیشروش قرار داره. در یک وقت شما شاید با پرپوزیسیون ان قرار بگیریم که در نویترال پرپوزیسیون بره بگوییم که Hallo,
ich denke gerade an dich. من فعلا درباره تو فکر میکنم. در اونجا بیخی یک معنای دیگه بده. چند شب است که من کوشش میکنم که به شما بگویم پرپوزیسیون هایی را که در داخل صنف یاد میگیریم به معنای از این نیست که در کاتگوری یک این معنا را که داد تا کاتگوری آخر عین معنا را میده. دیشب در کاتگوری یک، امشب کاتگوری دوم ما شد. دیشب کاتگوری اول ما لوکال پرپوزیسیون بود، امشب تمپورال پرپوزیسیون است. در لوکال پرپوزیسیون ان به معنای در پیشروی یا در جلوه، اما در بخش نویترال پرپوزیسیون هیچ معنا نمیده. یک پرپوزیسیون یا حرف اضافه طبیعی است. پس به این خاطر شما همیشه در قسمت استفادهش متوجه باشید که از پیشتان سوء تفاهم صورت نگیره. در اینجا چیزایی را که من یادداشت گرفتم، بهترین چیز ان. بیاین از ان شروع بکنیم. اولین پرپوزیسیون را که من قرار دادم در قسمت تمپورال پرپوزیسیون یا سایت یا وقت و زمان، از پرپوزیسیون ان استفاده کردم. پرپوزیسیون ان در حالت گوش بکنیم، اینجا واقعا تمرکز یا کانسنتراسیون بسیار زیاد نیاز است. در پرپوزیسیون لوکال پرپوزیسیون ان ما چی رقم تشبیه کردیم؟ از جمله پرپوزیسیون های تشبیه کردیم که وکسل پرپوزیسیون است که میتونه تبدیل شود، یا عامیانه اگر بگوییم که یک انعطاف پذیری داره، فلکسیبیلیتی داره. هم میتونه داتیو باشه هم اکوزاتیو. در کدام حالت خوب متوجه باشه؟ در وقتی که مکان انتخاب بکنه. اما در قسمت وقت و زمان که سایت بگویم همیشه چی است؟ ان داتیو است. امیدوار هستم که این قسمت شما دقیق متوجه شوید. ارگا خوب گوش بکنید اگر در کتابچه‌هایتان یادداشت میگیرید. ارگا پرپوزیسیون ان. خوب گوش بکنید، نشته بکنید. ارگا پرپوزیسیون یا حرف اضافه ان در لوکال پرپوزیسیون استفاده شود، هم میتونه داتیو باشه هم میتونه اکوزاتیو باشه که مکان نشان بده. اما اگر سوال ون به معنای چی وقت در بین مطرح شود، در او صورت پرپوزیسیون ان داتیو است. ببینید در بالا در بخش لوکال پرپوزیسیون یک فلکسیبیلیتی یا انعطاف پذیری داشت، اما اونمو پرپوزیسیونی که انعطاف پذیر بود در بخش لوکال پرپوزیسیون، در بخش تمپورال پرپوزیسیون که آمد بالایش قانون زبان آلمانی فشار آورد که تو باید داتیو باشی وقتی که وقت و زمان درباره تو صحبت بکنه. در اینجا مثال را که نشته کردیم، به طور مثال روزهای هفته امگیشان چی هستن؟ آرتیکل هایشان der. روزهای هفته از شنبه تا یک شنبه کلش der. از شنبه تا جمعه کلش der Freitag, der Samstag, der Sonntag, der Montag, der Dienstag, der Mittwoch, der Donnerstag, der Freitag. اگر شما یک وقت زمان با روز آخر هفته مشخص میسازین، پرپوزیسیونش در ذهنتان ثبت بکنین، راجستر بکنین در ذهنتان که پرپوزیسیون ان با روزهای هفته قابل استفاده است. wird verwendet استفاده میشه. روز هفته با پرپوزیسیون ان استفاده میشه. خوب گوش بکنید. من براتون گفتم ارگا ما پرپوزیسیون ان با روزهای هفته حساب بکنیم همیشه داتیو است، چون وقت جوابگوی
زمان است. سایت. حالا اگر ما بگویم که من روز دوشنبه نزد تو میایم، ما براتون دیشب یا پریشب در دو شب گفته بودم که همیشه پرپوزیسیون یا حرف اضافه یا با آرتیکل داتیو میای یا اکوزاتیو میای. وقتی که ما میگم که سایت همیشه داتیو است، جوابگوی سوال وان چی وقت است؟ وان یک سوال همیشه چی است؟ داتیو است. ارگو ما از وان استفاده کردیم به معنای از اینکه آرتیکل اسم ما و شما از داتیو استفاده میکنیم. داتیو چی است؟ اینجا ما داریم نومیناتیو، داتیو، اکوزاتیو، گنیتیو. و قبل ما براتون گفتم که روزای هفته همیشه آرتیکلایشان ده است. پس بدین صورت بیاییم یک جمله و کامنتار باز میکنم، بندی ها آزاد شوند، نوشته بکنیم که من دو پرپوزیسیون. دیشب دیگه درباره لوکال پرپوزیسیون زیاد گپ زدیم که تو همیشه داتیو است. ارگو ما از حرف اضافه یا پرپوزیسیون تو استفاده کردیم، آرتیکل بعدیش اتومات داتیو است. حالا ما یک جمله براتون به فارسی میگم که ام در برگیرنده درس دیشب باشه و ام از امشب. میگیم که در لایف امشب بالایش تمرکز میکنیم، پرپوزیسیون ان است. در حالت نرمال نوشته میکنیم که ان Montag. Ich werde an اینجا آرتیکلش گم است. در حالت نرمال آرتیکل مونتاگ چی است؟ der Montag. ما و شما قبلا گفتیم برای کلگی که آرتیکل در قسمت وقت و زمان سایت تمپورال پرپوزیسیون که وقت و زمان نشان میده همیشه داتیو است. ارگو سوال ما وقت و زمان نشان میداد به معنای از این که از جدول داتیو استفاده میکنیم. آرتیکل مونتاگ ما ده است و در اینجا دقیقاً اینمی وقت و زمان ما و شما استفاده میکنیم. Ich werde an، خب آرتیکلش ده است. در حالت نرمال میریم در جدول ده را پیدا میکنیم. ده در داتیو چی شده؟ دم شده. an dem Montag که بازم به این نتیجه میرسیم که دستور زبان آلمانی با پرپوزیسیون ان و آرتیکل ده در حالت داتیو که دم است یک حالت ابکورزung یا اختصاری در نظر گرفته که او عبارت است از ام. ان دم پس پاک میکنیم، میریم ابکورزung یا اختصارش انتخاب میکنیم که چی است؟ ام است. Ich werde am Montag نزد والدینم خواهم رفت. Ich werde am Montag. ما و شما گفته بودیم که نزد یا به سمت یک کس رفتن از پرپوزیسیون چی استفاده میکنیم؟ zu. zu در ذات خود یک پرپوزیسیون است که همیشه حالت داتیو داره. Ich werde من خواهم am. warum am؟ به خاطر چی؟ به خاطر یک تمپورال پرپوزیسیون است، جواب وان میده. چی وقت؟ ارگو که ما گفتیم چی وقت جوابش داتیو است. Ich werde براتون گفتم که امروی روزهای هفته در ذهنتان ثبت بکنید. پیچکاری باید شود که با روزهای هفته پرپوزیسیون ان استفاده میشه. نظر به این که آرتیکل روزهای هفته ده است و ما و شما میگیم که پرپوزیسیون ان باید داتیو استفاده شود، باید اتومات آرتیکل
به چی؟ از der به dem و حالت an dem اختصاریش am است. Ich werde am Montag zu والدینم. والدین از ما است. دی جمع، دی Eltern. باید چی استفاده بکنم؟ اول نیاز دارم که والدین از خود بسازم، از ماین استفاده کنم تا والدین یا پدر و مادر از ما شود. با وجودی که آرتیکلش هم چی است؟ جمع مثبت است. Ich werde am Montag zu در اینجا نوشته میکنیم Eltern ما هنوز در اینجا ماین نوشته کردیم، تکمیل نشده. ببینید دوستای عزیز، کسایی که متوجه نشدن هنوزا در این بخش باید متوجه شوند. اصل درس امشب من سر چی بود؟ که چرا اینی ام شده؟ به خاطر که وقت و زمان که نشان بدیم همیشه داتیو است. هرگاه ما وقت و زمان نشان بدیم داتیو است. و در اینجا ان der Montag der در داتیو dem میشه. ان dem Montag حالت abkürzung یا اختصاریش چی شد؟ از ان dem شد ام. و حال در بخش دومش zu mein Eltern. در درس دیشب و پریشب به قدر کافی براتون گفتم هرگاه که ما از پرپوزیسیون یا حرف اضافه zu استفاده بکنیم او zu داتیو است. پس وقتی که میگیم دی Eltern جمع است، چرا یک دفعه به این فکر نمیکنیم که اوکی دی را بریم پیگیری کنیم، تعقیب کنیم که در جمع چی شده؟ در اینجا میگم که دی در جمع دین شده، اما لمر میگه والدینم. و گفته بودیم هرگاه که ما از ضمیر ملکی یک چیز استفاده بکنیم یا از پوزیتیو آرتیکل استفاده کنیم دیگه خود آرتیکل قابل استفاده نیست، اندونگش استفاده میکنیم که از دین در آخر ماینن جور میشه. ببخشید خطم خراب آمد. Ich werde am Montag zu meinen Eltern. شاید خرابترین خط ما در طول تاریخ همین درس اما شب باشه از این قسمت از meinen Eltern gehen. من werde خواهم am Montag zu meinen Eltern gehen. یک چیزی را که میتونین اگر براتون سخت میشه با وجود که این لحظه درس بسیار راحت و ساده است، اگر فراموش میکنین هرگاه درباره وقت و زمان گپ میزدین و درباره روزهای هفته فراموش نکنین که بگوین که am Samstag, am Sonntag, am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag. به یک چیز در ذهنتان ثبت شدگی باشه. اگر یک روز در امتحان از شما کسی سوال میکنه که چرا باید بگوییم که به خاطر که ما یاد گرفتیم که وقت و زمان با حروف اضافه تمپورال پرپوزیسیون است. تمپورال پرپوزیسیون وقت و زمان نشان میده و هرگاه سوال ما سوال ون باشه یا چی وقت، پرپوزیسیون ان با روزهای هفته قابل استفاده است. ان ist verwendbar als پرپوزیسیون و آرتیکلای روزهای آخر هفته دی است. اما وقتی که ما میگم که داتیو باید شود چون وقت و زمان است، دی با دیم تبدیل میشه. ان با دیم حالت abkürzungشان am است. Das ist die beste Erklärung dafür. بهترین توضیح یا تشریح از این موضوع اینمی است. کسایی که تا امروز همیشه میشنیدن که ich komme am Samstag zu dir، روز شنبه من نزد تو میایم، امشب فهمیدن که اونمو am Samstag bedeutet اونمو به معنای ازی که an dem Samstag. wann چی وقت؟ داتیو. der Samstag، der در داتیو چی بشه؟ dem Samstag.
an dem Samstag zu dir. Mal sagen wir es. Guten Abend, Ali. Wann kommst du zu mir? Чувак назде маме. Zu, immer Dativ. Zu mir, nicht zu ich. Wieso? Ich, Dativ, mir. Wann kommst du zu mir? Чувак me nazde ma. Hallo Lemar. Ich werde, man khoham, am Dienstag, Rose Seshambe, zu dir. Du, dir, Dativ. Zu ist eine Präposition Dativ. Ich werde am Dienstag, Mittwoch oder wie auch immer zu dir kommen. Ich weiß, dass die meisten es richtig auch verwenden. اکثریت کسایی رو درست استفاده میکنن weil ihr es so gelernt habt. Aber du یاد گرفتیم که am Samstag, am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, am Donnerstag. Aber warum immer am? Heute können wir es auch nachvollziehen. امروز شب درکشان کرده میتونه. به خاطر که temporale پرپوزیسیون زمان نشان میده و زمان همیشه داتیو است. Ali